با شکل‌گیری انقلاب اسلامی به زعامت رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی تو سال 58 قانون اساسی تدوین شد. تو قانون اساسی یه اصلی رو دیدن و در اون عالی‌ترین دستگاه نظارتی رو به عنوان سازمان بازرسی کل کشور که دو تا وظیفه اصلی داره، یکی نظارت بر حسن جریان امور، دومی نظارت بر اجرای صحیح قانون، که این دو وظیفه هم به استناد حق نظارت قوه قضاییه در خصوص حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون دیده شد. در ادامه خب در سال 1360 19 مهر ماه 1360 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در 14 ماده و 5 تبصره در مجلس شورای اسلامی مصوب میشه و بر این اساس سازمانی تحت عنوان سازمان بازرسی کل کشور در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شکل میگیره که وظایفش و اختیاراتش هم در خود همون قانون تشکیل و در ادامه آیین‌نامه اجراییش دیده شده. خب قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تا امروز دستخوش تغییراتی بوده و اصلاحاتی بوده در مجلس شورای اسلامی و آخرین نسخه‌ای که الان در دسترس عموم هستش در سال 1393 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده با اصلاحات اندکی که در قانون دیده شده و سال 1398 هم آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان به تایید ریاست عالی قوه قضاییه میرسه و لازم الاجرا برای تمام دستگاه‌های اجرایی هستش.